این حرفا سیاسی کاریه، برای اینکه یکی از عوامل اصلی اتفاقی که افتاده خود حجاج ایرانی هستند. از افرادی که در محل بودن شنیدیم که خیلی از حجاج ایرانی در یک تقاطع واسطه بودن و شعار میدادن لبیک یا حسین. همین توقف باعث شده صفوف حجاج پشت سری هم تحت تاثیر قرار بگیره. ایرانی‌ها قبل از مراسم هم گفته بودن که این یه فرصته، یه گردهمایی سیاسی که باید ازش استفاده کرد تا شعارهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا و از این جور شعارها سر داد. همین یکی از دلایل اصلی بود که باعث شد ازدحام به وجود بیاد و این فاجعه رخ بده. ایرانی‌ها قبل از اینکه از بقیه انتقاد کنن باید در مورد سیاست‌های خودشون تجدید نظر کنن. سال 2005 9 سال پیش یک گروه زائر شیعه بودن که از پل ائمه می‌گذشتن که به مسجد کاظمیه در بغداد پایتخت عراق برسند. یهو فضا متشنج شد. دقیقاً همین جور ازدحام پیش اومد و 1500 نفر مردن. اما هرگز چنین سطح از انتقادها و اظهار نظرها رو نشنیدیم. بنابراین فکر می‌کنم این فقط سیاسی کاریه، اون هم به بدترین شکلش.